سوال که میتونه ذهن شما رو درگیر کنه اینه که چرا در دوران پریودی ما نمیتونیم کار شیمیایی روی موها انجام بدیم. تنها دلیلش وجود یه ماهیچه به نام اکتورپیل ماسل هستش یا ماهیچه راست کننده مو که اطراف فولیکول مو قرار داره. براتون مثالی میزنم، وقتی که سردتون پوست مرغی میشه بدنتون، یا اینکه وقتی که از یه چیزی تعجب میکنید میگید مو به تنم سیخ شده، یعنی این ماهیچه واکنش نشون داده. در دوران پریودی به این ماهیچه خونرسانی نمیشه، به خاطر اینه در دوران پریودی شما هر کار شیمیایی انجام میدید برگشت میخوره. اما بعضی از خانوما هستن به طور ژنتیکی این ماهیچه خونرسانی میشه و هستن افرادی که میگن ما تو دوران پریودی هم موهامون رنگ میگیره و هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد. اما نتیجه هر موقع کلاینتی به شما مراجعه کرد در دوران پریودی بود براش کار انجام ندید، بگید برو بعد از دورت بیا. اما اگه اصرار کرد شما بهش قول 100% توی هیچ مسئله‌ای ندید، یعنی توی رنگ، توی دکولوره، توی کار کراتین و تراپی ها، چون 50-50 و شما از ژنتیک خانم ها خبر ندارید. یه موقع مثلا انجام میدید، مثلا کار کراتین انجام میدید، کراتین خیلی هم خوب برگشت نمیخوره، ولی بعضی از خانم‌ها برگشت میخوره. پس بهتره این که انجام ندید و اگه انجامم میدید قول 100% بهشون ندید. امیدوارم براتون مفید باشه.